سلام، من اومدم که یه خمیری بهتون آموزش بدم که این دکوریا و اکسسوریا و این کنسولای خوشگل رو بتونی باهاش درست بکنی. خب ببین چقدر خاص و شیکن، با کمترین هزینه میتونی این دکوریای خوشگل برای خونت بسازی. هر چی که کاغذ باطله و کارتون به درد نخورداری بردا بیار. ببین من اینجا از شونه تخم مرغ و کارتون بیسکویت و کارتون کیک هر چی که دم دستم بود آوردم. اینجا دارم همه رو خورد میکنم توی یه ظرفی. خب اینجا میام یک کسری آبجوشو روی کل این کارتونا خالی میکنم توی ظرفم تا اونجا که کل ظرفمو آب بگیره. خب حالا با یه جسمی کارتونا رو توی ظرف میغلطونم که کامل آب به خوردش بره. استراحتش میدم به مدت 3 روز. اصلش 3 روزه ولی من 6 ساعت به زمان دادم. بعد اون 6 ساعت گرفتم دستکش دستم کردم و بافت این کاغذها رو از هم باز کردم. امکان داره بعضی جاها کاغذ بافتش باز نشده باشه و من دارم با کمک دستم این کار رو انجام میدم که کلا بافتش رو از هم جدا بکنم. حالا یه ظرف تمیز برمیدارم. میبینی که همه ابزار آشپزخونم هم آوردم. خب اینجا یه کیسه پارچه‌ای دارم که اونو باز میکنم. خب موادم رو میریزم داخلش. میخوام آب اضافیشو خارج بکنم. کل مواد رو ریختم داخل کیسه، خوب ورزش دادم تا اونجایی که کل آب اضافی اون خارج بشه، یعنی هیچ آبی توش نمونه. خب بعد اینکه آبشو کاملا گرفتم، حالا میریزم توی ظرف و اونو کاملا از هم دوباره باز میکنم، چون قراره یه سری مواد دیگه بهش اضافه بکنم و اون مواد قراره کاملا به خورده این کاغذا بره. خب اولین چیزی که لازمه سرکه است. سرکه باعث میشه که این خمیری که دارم درست میکنم کپک نزنه. من 1 سر ملاقه بهش سرکه اضافه کردم. حالا شما 2 پیمانه همون 2 پیمانه رو اضافه کنین. نمک مقداری نمک میپاشیم به مقدار لازم. خب حالا اینجا پودر مل